بعد خروج نیروهای آمریکا و به قدرت رسیدن طالبان اقتصاد افغانستان دچار بحران سخت شده است. میلیاردها دلار پولهای دولت در بانکهای خارجی مسدود شده، ارائه قسم زیاد کمک‌های بین المللی به افغانستان قطع شد، کارخانه و مؤسسه‌های زیادی از فعالیت باز ماند و میلیون‌ها نفر جای کار و منبع درآمد خود را از دست دادند. به حساب سازمان ملل تا میانه سال 2022 92% اویله‌ها در افغانستان می‌توانند در زیر خط فقر قرار بگیرند. به بالای این خشکسالی تابستان گذشته ضم شده و این همه باعث شد که نرخ خوراکواری در بازارهای افغانستان به شدت بالا برود و میلیون‌ها نفر در این کشور جنگ زده عملاً در پیشروی تهدید گرسنگی قرار گرفتند. بنیاد کودکان سازمان ملل یونیسف میگوید در چنین شرایط والدین افغان هرچه بیشتر ذخیره استراتژی اویله‌هایشان دختران خود را استفاده میکنند. عملاً آنها به خاطر پرداز قرضهای خود و نجات فرزندان دیگرشان از چنگ گرسنگی دختران خود را به فروش میگذارند. حامیان حقوق زن در افغانستان پیش بینی میکنند که در 1 یا 2 سال آینده الکی نصف دختران افغان را مجبوراً تا رسیدن به سن 18 به شوهر خواهند داد. بلک نوت رو می نویسد که نرخ میانه عروسان سنشان از 13 تا 15 ساله حدود 1500 دلار است. چون این پول را به والدان این عروسان خردسال یا جنگیان می توانند بدهند و یا مردان برکمال به سن از همسران آینده خود چند مرتبه کلانسال‌تر. در دهات افغانستان عروسان خردسال را با نرخ باز هم ارزانتر تا 500 دلار می فروشند. نکاح با دختران خردسال در افغانستان تا آمدن طالبان هم رایج بود، ولی حال و سن عروسان به شدت پایین می رود و الکی موردهای در زیر سن 10 به شوهر دادن دختران تا رفت می افزاید. پدران بسیار وقت خودشان در بین مردم اعلان می کنند که دخترشان را در عوض پول به شوهر می دهند و نرخشان را هم اعلان می کنند. در بین حادثه هایی که در بارهشان تا به یونسکو خبر رسیده است موردهایی است که کودکان 8 ساله را در روستاها در عوض حدود 1500 دلار و دختران 7 ساله را در عوض تا 3000 دلار فروختند. اکثر دامادها و عملا خریداران این عروسان کودک مردهای سنشان از 45 تا 55 بودند. برخی والدانی که کودکان خود را فروختن نمیتوانند ولی از عهده تامین غذای آنها هم نمیبرایند، طفلان خود را در مسجدها میگذارند و برای اکثر آنها سپس در بین 1 یا 2 روز شوهر پیدا میکنند. یونیسف برنامه‌های امدادی را برا میاندازد تا خطر گرسنگی و نکاح‌ها با کودکان خردسال را در افغانستان کاهش دهد. نمایندگان سازمان ملل میخواهند رهبران با نفوذ مذهبی را متقاعد سازند که تا عقد نکاح با کودکان را منع کنند، ولی طالبان میگویند که تنها قانون‌های شریعت را میپذیرند و طبق شریعت نکاح از سن 9 برای دختران اجازه داده شده است. نکاح با دختران خردسال در دیگر کشورهای مسلمانی نیز مشاهده می شود. برخی از این عروسان خردسال یا فرار می کنند و یا دست به جان خود می زنند تا به مرد سالخورده‌ای که والدان به حیث داماد انتخاب کردند ازدواج نکند. ولی حالت‌های دیگری نیز هست. برای مثال در ترکیه یک دختر از ولایت اورفا که او را به یک مرد از خودش 20 سال کلانسال‌تر در عوض 4600 دلار به شوهر دادند توانست است فرار کند و به پلیس شکایت برد. پلیس نکاح این کودک را بیکار کرد. اما از همه نمونه برجسته البته نجود نام دختر از یمن بود که در سن 10 او را به یک مرد از خودش 20 سال کلانتر به شوهر دادند. نجود با عذاب و شکنجه در خانه شوهر که او را از پایتخت شهر سنا به یک دهه برده بود تاب نوبرده و وقتی که برای عیادت والدانش به سنا آمد پنهانی به دادگاه رفته و طلب طلاق کرد. دادگاه بعد 2 روز طلاق نجود را از شوهرش گرفت. نجود بعد این قضیه مشهور شد و مجله امریکایی گلامور سال 2008 او را زن سال انتخاب کرد. نجود کتاب خاطره‌اش را با نام من نجود، من 10 سال دارم و الکی از شوهرم جدا شدم نشر کرد. نجود سال 2014 دوباره و این دفعه به شخصی که خودش انتخاب کرد ازدواج کرد و سال 2017 دوگانه به دنیا آورد. بعد این در یمن شماره عروسان خردسالی که طلب طلاق کردند افزود و از جمله در سنا 2 کودک 9 و 12 ساله توانستند از شوهران پیرانسال خود طلاق بگیرند. همینطور سال 2009 در عربستان سعودی یک دختر 9 ساله که او را مجبوراً به یک پیرمرد 60 ساله به شوهر داده بودند نیز
توسط دادگاه توانست طلاق بگیرد. به حساب سازمان ملل در هر 7 ثانیه در دنیا حداقل یک دختر زیر سن 15 به نکاح با مردان از آنها خیلی کلانسالتر مجبور کرده می شوند. تا 20% چنین نکاح‌ها با دختران زیر سن 12 صورت می گیرد. چنین نکاح‌ها در نیگریا، سومالی، افریقای مرکزی، هندوستان، پاکستان، یمن و افغانستان بیشتر مشاهده می شود. بلک نوت رو می نویسد از بین کشورهای اتحاد شوروی برای مثال در تاجیکستان حدود 1000 عقد نکاح با دختران زیر سن 18 ثبت شده است. این نکاح‌ها البته نه از طریق زکس بلکه اساساً توسط نکاح‌های مسلمانی بسته می شوند. به فرق از یمن یا پاکستان سن عروسان خردسال در تاجیکستان از 14 تا 16 ساله را تشکیل می دهد.